اگر شبها کم میخوابی، حتما این تحقیق رو گوش بده. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد اعلام کردند که افراد زیر 55 سال نباید پیش از ساعت 10 صبح سر کار حاضر شوند. دکتر پول کلی، متخصص خواب، میگوید شیفت کاری 9 تا 5 با ریتم طبیعی بدن هماهنگ نیست و بیشتر مردم تا سن حدود 55 سالگی به طور مزمن دچار کمبود خوابند. او تاکید می‌کند که کمبود خواب حالتی شبیه شکنجه ایجاد می‌کند. به گفته او، ساعت بیداری بیولوژیکی بدن با افزایش سن تغییر می‌کند و دیرتر می‌شود. نوجوانان 14 تا 18 ساله به طور طبیعی دیرتر بیدار می‌شوند و بهتر است مدارس برای این گروه از حدود ساعت 11 یا حتی دیرتر آغاز شوند. کمبود خواب در افراد 13 تا 21 ساله معمولاً بیش از 2 ساعت است و برای افراد 30 تا 35 ساله حدود 1.5 ساعت ادامه دارد و این وضعیت تا نزدیک 50 سالگی باقی می‌ماند. او میگوید مدیران معمولاً در دهه 50 زندگی هستند و برنامه کاری رایج بیشتر با ریتم خواب همین گروه سازگار است، نه جوان‌ترها. به باور او، تنظیم تدریجی ساعت شروع مدرسه و کار بر اساس گروه‌های سنی می‌تواند بهره‌وری، خلق و خو و سلامت عمومی را بهبود دهد، میزان بیماری‌ها و تصادفات را کاهش دهد و حتی بار ترافیک صبحگاهی را کمتر کند. حالا این تحقیق رو چطوری به مدیران بفهمونیم تا دیرتر سر کار حاضر بشیم؟